انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدق الله العلی العظیم. ببینید رفقا، یه علمی هست این رو به صورت تخصصی میخوننش غیر از تفسیر قرآنه، بهش میگن علوم القرآن. این علوم القرآن خیلی درس مهمیه، این موضوع خیلی با اهمیتی. این چیکار میکنه؟ یک سری موضوعاتی هست راجع به کلیت قرآنه، این موضوع هم مختلفه، یعنی ربطی به هم ندارن. این موضوع کجا بحث میشه؟ تو علوم قرآن. لذا یه علم نیست، علم القرآن نیست، علوم القرآنه. مثلا راجع به ناسخ و منسوخ، مثلا راجع به محکم و متشابه، مثلا راجع به همین بحثی که الان داریم، راجع به کی قرآن جمع شد، کی نوشته شد، کیا نوشتنش. این موضوعات مهمیه، همش هم دخیل به علوم القرآنه. من اینو اولش همینجوری اجمالا گفتم اینو بگم، و واقعا رفقا رو به عربی میگن احثهم، یعنی الان به فارسیش میگن ترغیبشون کنم واقعا این بحث ها رو مطالعه کنن، به دردشون میخوره. به عنوان اینکه قاری قرآنن، اصلا دیدگاهشون رو نسبت به قرآن هم کاملتر میکنه، هم تو خیلی جاها از لحاظ تفسیری و اینا به دردشون میخوره. لذا این اولش دوست داشتم بگم این بحثی هم که قراره بگیم، بحث کتابت قرآن کی نوشته شد، چطور نوشته شد، کیا نوشتنش، این هم عنوان علوم القرآن. کتب خیلی عالی هم در این زمینه نوشته شده. مثلا شهید حکیم کتاب نوشته، سید محمد باقر، کتابش اسمش از علوم القرآن، به عربیه، نمیدونم به فارسی ترجمه شده. خود حضرت طوباخویی کتاب داره، مقدمه تفسیرش البیان راجع به علوم قرآن نوشته. نمیدونم رضا عطار نوشته، یه ملخصه، ولی تقریبا از بهترین کتبی که نوشته شده اینه، التمهید فی علوم القرآن. 10 جلده، کتاب مفصلی راجع به این همین موضوعای علوم قرآنه. این آقای معرفت خدا رحمتش کنه متخصص بود در این زمینه. کتابش هم کتاب سختی نیست، به عربی ولی نوشته شده، یعنی مطالب رو آسون نوشته. واقعا کتاب خوبه، یعنی اگر رفقا بتونن مطالعه کنن ضرر نمیکنه. این اولین مطلبی بود که دوست داشتم بگم. حالا برای اینکه وارد بحث بشیم 2 تا مقدمه میگم. احتمال امروز هم فقط همین 2 تا مقدمه رو میگیم، اصل بحث رو میذاریم ان شاء الله هفته بعد که خود سید بیاد واردش میشه. مقدمه اول، ببینید رفقا، عموما قرآن 2 جور نزول براش علما چیز کردن، تصور کردن. ما بعض آیات رو داریم و معروف بین هممون که قرآن شب قدر نازل شد. مثلا سوره قدر میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی ما قرآن رو در لیلة القدر نازل کردیم. خب این معروف هم میدونیم که قرآن در لیلة القدر نازل شد. این متن آیه است. لکن بعض آیات دیگه هست و همینطور که هممون میدونیم که قرآن حوادث مختلفی که در صدر اسلام میشد طی اون 23 سال نبوت پیغمبر، هر حادثه‌ای که میشد، هر اتفاقی میافتاد، به تناسب اون حوادث بعض آیات نازل میشد. پس الان ما با 2 قضیه برخورد داریم، مواجهیم. یک، چطور اونو تفسیر کنیم که قرآن، کل قرآن در شب لیلة القدر نازل شد، و این قضیه رو چیکار کنیم که هممون هم میدونیم قرآن در طی 23 سال یا به رأی بعضی از علما 20 سال، در طی 20 سال یا 23 سال نازل شد. خب اینو بگیم تناقض در آیات قرآن که مستحیله. قرآن تناقض بردار نیست، آیاتش منسجمه. خب باید یه حلی براش پیدا کنید. مثلا از آیاتی که داله بر این که قرآن طی 23 سال نازل شد، یعنی تدریجا نازل شد نه دفعتا، مثلا این آیه است: و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث و نزلناه تنزیلا، یعنی این قرآن ما خرد خرد نازل کردیم برای اینکه خرد خرد برای مردم بکشیم. لذا اینو باید حل کنیم. علما در این قضیه آرایشون مختلف شده. ما ببینید عموما این مطلبی رو که سید عباس گفت بحث بشه راجع به کتابت قرآن و جمع قرآن، مطلبیه که توش اختلاف زیاد هست، یعنی کبار علمای ما توش اختلاف نظر دارن. لذا ما حالا سعی می‌کنیم نظرات مشهور رو بگیم و مثلا حالا نهایت یکیشو ترجیح بدیم، نظراتی که غیر مشهوره رو نمیگیم. در این زمینه اینو چطور توجیه کنن؟ نظرات زیاده، ولی از معروفترین نظرات رأی‌ها اینه که علما برای قرآن 2 جور نزول رو متصورن. یه نزول بهش میگن نزول دفعی، یه نزول تدریجی.
نزول دفعی یعنی قرآن دفعتاً آنن یک جا بر قلب پیغمبر یا حالا به رأی دیگه بر آسمان چهارم نازل شد. حالا اینا رو میگه میشه. نزول بعدی نزول تدریجی که همین نزولی که در طی 23 سال بر اساس حوادث مختلفی که به وجود اومد این نازل شد. اون نزول دفعی توش اختلاف نظر هست. دو تا رأی مشهور هست. رأی اول میگه قرآن شب لیلة القدر نازل شد دفعتاً یک و بر آسمان چهارم میگن بر بیت المعمور. این نص روایت البته روایت اینجوری میگه امام صادق میگه قرآن نازل شد بر آسمان چهارم بر بیت المعمور، از اونجا طی 23 سال بر قلب پیغمبر نازل میشه. این یک رأیه که حتی شیخ صدوق هم مایل به این رأیه. ولی رأیی که الان مشهوره مثلا علامه طباطبایی اون رأیو میگیره، الان حضرت آیت الله جوادی اون رأیو میگیره، البته یه ذره عوضش میکنه. اینی که الان میخوام بگم. علامه طباطبایی چی میگه؟ میگه قرآن شب لیلة القدر بله دفعتاً نازل شد ولی نه بر آسمان چهارم بلکه بر قلب پیغمبر. یعنی در شب لیلة القدر کل قرآن رو، معارف قرآن رو بر قلب پیغمبر نازل کردن. سپس طی 23 سال هم جداگونه جبرئیل می اومد و آیات رو میداد. لکن یک فرقی هست. اون جایی که دفعتاً نازل شد این قرآن مفصل نازل نشد. علامه طباطبایی من نص کلامش رو بخونم به عربی، حالا اگه شد ترجمه‌اش هم می‌کنیم. ببینید میگه ان الکتاب، میگه قرآن برای این حقیقت مفصلش یک حقیقت واحدی داره. او اصل قرآن اونه. میگه اون حقیقت واحد قرآن، اون حقیقت بسیط قرآن به قول خودش، اون بر پیغمبر نازل شد. این قرآنی که مفصل تفصیل داده شده است طی 23 سال نازل شد که این آیه رو استشهاد میکنه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. احکمت آیاته یعنی همین این قرآنی که یک حالت بساطت چی بهش میگن یک پارچه داره، او حقیقت قرآن احکمت آیاته او بر قلب پیغمبر نازل شد. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سپس طی 23 سال فصلت. البته میگم آقای جوادی عمومی یه مقدار این رأی میگیره ولی عوض بدلش میکنه. رأی آقای جوادی ظاهرا از همه درست‌تره. من کلام علامه رو میخونم. ان الكتاب ذا حقیقة اخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادی. میگه کتاب قرآن یک حقیقت دیگری رو داره ورای اون چیزی که ما ازش میفهمیم. و هی حقیقت ذات وحده متماسکه، که این حقیقتی که ورای این حقیقت یک چیز واحدی، یک وحدت حقیقی داره، مفصل نیست. ذات وحده متماسک لا تقبل تفصیلا ولا تجزئه، که اون حقیقت نه تجزیه برداره نه تفصیل شدنی. برجوعها الى معنى واحد، بخاطر اینکه یک معنا داره. لا اجزاء فيه ولا فصول وانما هذا التفصيل المشاهد في الكتاب طرأ عليه بعد ذلك الاحکام. میگه این تفصیلی که این تفصیل شدنی که شما در قرآن میبینید این بر قلب پیغمبر نازل شد بعد از اون احکام، بعد از اون نزول شب لیلة القدر. بعدش به این آیه استشهاد میکنه، میگه قال الله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اذن اینجا نتیجه میگیره. اذن فالمراد بانزال القرآن فی لیلة القدر، میگه پس مراد از نزول قرآن در لیلة القدر انزال حقیقت الكتاب المتوحده، اون حقیقت قرآن که یک حقیقت واحدی است او نازل شد بر قلب پیغمبر. انزال حقیقت الكتاب المتوحده الى قلب رسول الله دفعتا، یعنی یک جا. انا انزلناه فی لیلة القدر، این یک جایش. کما انزل القرآن المفصل فی فواصل و ظروف على قلبه ایضا تدریجا، یه همونطور که قرآن تفسیر شده که این دست ماست، این در فواصل مختلف طی 23 سال بر قلب پیغمبر نازل شد فی مدت دعوه نبویه. پس این یک مقدمه خواستم بگم که قرآن تا اینجا این شد. دو تا نزول داره. اون نزول اول که نزول دفعی اصطلاحش رو میکنن علما بهش میگن انزال. اون نزولی که تدریجیه بهش میگن تنزیل. حتی مثلا میگه انا انزلناه فی لیلة القدر انزال، اونجا میگه و قرآن نزلناه لتقرأه و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. اونی که تدریجی میشه تنزیل. این یه مقدمه. از این مقدمه میخوام چی استفاده کنم؟ اون قرآنی که نازل شد
دفعتاً اون ربطی به موضوع ما نداره. اون چیزی که شب قدر نازل شد بر قلب پیغمبر یا بر بیت المعمور، به دو تا رأی کاری ندارم، اون ربطی به موضوع ما نداره. اون چیزی که ربطی به موضوع ما داره اون نزول تدریجی قرآنه که در مدت 23 سال یا 20 سال به عبارتی، حالا بعضی میگن 20 سال نازل شد. این رو ما باید بررسی کنیم. این قرآنی که نازل شد چطور نوشته شد؟ کیا نوشتنش؟ کی جمع شد به صورت قرآن؟ چه وقت مثلا نقطه گذاری شد؟ چه وقت مثلا به این شکل حاضر در اومد؟ اینا همش مطالبیه که انشاءالله بحث خواهیم کرد. این یه مقدمه که اینم یادم نره، بذار بگم بهتون. اون نزول دفعی که گفتیم در شب قدر نازل شد، خود علما هم اقرار دارن، بعضی از علما، که زیاد برای ما واضح نیست. ما فقط اجمالاً میدونیم قرآن شب قدر دفعتاً بر قلب پیغمبر نازل شد. حالا دقیقاً به چه معناست خود علما هم تصریح میکنن که ما دقیقاً نمیدونیم. مثلا من یک بار از آقای ضیا آبادی که تو تهران هست، از مفسرین هم ایشون حساب میشه، ایشون مثلا خیلی تو رسمی تو سخنرانی گفت که ما دقیقاً حقیقت این نزول دفعی رو نمیدونیم، ولی اجمالاً میدونیم که همچین نزولی بوده. لذا اونجایی که آیات میگه قرآن دفعتاً نازل شد، منظور این نزوله. اونجایی که میگه نه به تدریج نازل شد، اون یکی نزوله. پس این یه مقدمه بعدی هم اینه که باز ربطی به موضوع ما داره. ببینید رفقا، چیزی که معروف بین همه مردم اینه که پیغمبر نمی نوشت نمی خوند، لا یقرأ ولا یکتب. حتی بعضی از آیات این وصف امی رو برای پیغمبر استفاده کرده. چیزی هم که از اون بیشتر معلومه، جامعه اون وقت، مردم اون وقت عموماً سواد نداشتن مگر اندکشون. لذا نه جامعه سواد داشت، نه پیغمبر می نوشت و نه می خوند. پس قطعاً مجبور شد اون شرایطی جور حکم کرد که پیغمبر بعضی ها رو بیاد اینها رو مثلا باشون هماهنگ کنه، تحت نظرش اینها قرآن رو بنویسن. هر کدوم از آیات که نازل میشد اینها مثلا حتی نامه‌های پیغمبر هم اینا می‌نوشتن. مثلا بعضی از آیات داده بر اینه، حالا زیادم نیازی نیست، مثلا میگه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. این راجبه مثلا جامعه اون وقت اینها امی بودن. یا راجبه خود پیغمبر میگه و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. تو قبلا نمی‌نوشتی، نمی‌خوندی، اذا لارتاب المبطلون. خب این شرایط باعث شد که بعضیا به عنوان کاتب وحی شناخته بشن. پیغمبر از اینها استفاده میکرد که در رأس اینها آقا حضرت امیر که اینها سواد داشتن، کتابت قرآن میکردن. زید بن ثابت، حالا اینا ان شاءالله هفته بعد میگیم به تفصیل، حالا خودش زیادم بحث مهمی نیست، ولی میگیم اینو که کیا قرآن رو مینوشتن یا اینا طبقه بندیشون چطور بود. پس اینم یه مقدمه داشته باشید که شرایط اون وقت باعث شد که بعضی به عنوان کاتب قرآن شناخته بشن. این نبود که پیغمبر هر چی میماد خودش مینوشت. و این هم متصور نیست که بگیم خب هیچ کی ننویسه. با اینم عقلا محاله. خب مشخصه چیزی که نوشته نشه هر چقدر مردم حفظش کنن، یعنی از برش کنن، به مرور زمان از بین میره. لذا اون شرایط باعث شد که بعضی به عنوان کاتب وحی شناخته بشن. ولی این قضیه فقط من یک چیزی رو میخوام بگم، این قضیه شبهه درست نکنه. اینو متاسفانه من حتی تو بعضی از کتب دیدم که بعضی از حتی علما به این قضیه دقت نکردن. ببینید این که ما میگیم پیغمبر نمی نوشت، این ربطی به موضوعمون نداره، ولی خب من اینو داخل پرانتز میگم که شبهه درست نکنه. این که ما میگیم پیامبر نمی نوشت نمی خوند، این شبهه نشه که پیغمبر نمیتونست بنویسه یا نمیتونست بخونه. قطعاً به دلیل عقلی پیغمبر هم میتونست بخونه هم میتونست بنویسه. ولی این قضیه که میگیم پیغمبر نمی نوشت نمی خوند، او جنبه اعجازی قرآن رو بیشتر میکرد که یک پیغمبری که این لفظ درستش اینه، بگیم سواد نداشت مشکلی، مکتب ندیده بود، یعنی جایی نرفته و یاد بگیر، نه اینکه خودش بلد نباشه. کسی که مکتب ندیده بود، کسی ندید بنویسه، کسی ندید بخونه، همچین کسی مثل قرآن بیاره، این خیلی حرفه. ببین اذن لارتاب المبطلون، این دلیل آیه است که میگه و ما کنت تتلو من قبله. آیه اینو میخواد بگه همین که مردم ندیدن پیغمبر جایی بره، همین کافیه برای همون حالت اعجازیه.
قرآن. ولی اینکه بگیم پیامبر کلا نمیتونست بنویسه، کلا نمیتونست بخونه، این مشکلی با دلیل عقلی قطعی جور در نمیاد. ببینید ما یه قاعده عقلی داریم میگیم تبعیت فاضل از مفضول قبیح عقلا، یعنی کسی که بهتره از کسی که بدتره نمیتونه تبعیت کنه. مثلا کسی که نمره 100 از کسی که نمره 90 مشکل تبعیت کنه. خب تو این قضیه اگر ما بگیم پیغمبر نمیتونست بنویسه، نمیتونست بخونه، خب مثلا زید بن ثابت میتونست، ابی بن کعب میتونست، یا خود آقا حضرت امیر میتونست، خب تو این قضیه اینها میشدن اعلم از پیغمبر. خب چطور این قضیه رو حل کنیم؟ یا بگیم اینها از پیغمبر تبعیت میکردن با اینکه اعلم بودن، خب قضیه عقلی، قاعده عقلی مشکل درست میکنه برامون که قبیحه این کار. خدا حکیمه، نمیاد این قضیه‌ای که قبح داره عقلا درست. یا اگه بگیم نه برعکس پیغمبر تو این قضیه از اینها تبعیت میکرد، خب این که بدتر میشه. پیغمبری که اسطوره برای عالمینه، اعلم موجودینه، این باید توی قضیه از اینکه دیگه نقص داشته باشه، اون یکی اعلم باشه، پیغمبر از این تبعیت کنه. پس قطعاً پیغمبر میتونست. اینو من میگم حتی تو بعض از کتب مع الاسف من دیدم مثلا می‌نویسن پیغمبر سواد نداشت. این خیلی مشکلی داره. در صورتی که مثلا شما کتاب مثلا آقای سبحانی رو ببینید، حضرت بیتون سبحانی، من دقت کردم یه جا خیلی دقیق این عبارات رو به کار میبره. مثلا نمی‌نویسه پیامبر نمیتونست بخونه، می‌نویسه پیامبر مکتب ندیده بود، یا نمیتونه بخونه، می‌نویسه نخوند با نتونستن فرق میکنه. یا من حتی یک کتاب عربی دیدم ترجمه شده بود، یک کتاب فارسی بود ببخشید، به عربی ترجمهش کرده بودن، این قضیه رو مشکل درست کرده بود، باز اینا رعایت نکرده بودن. لذا اینا مقدمه دوم که شرایط اون وقت باعث شد یک کسایی مشهور بشن به عنوان کاتب وحی، چون پیغمبر نمی‌نوشت، نه اینکه نمیتونست نمینوشت. مردم اون زمان هم عموما سواد نداشتن، قرآن هم باید نوشته میشد، چون اگر نوشته نمیشد در معرض تلف و ضیاع قرار میگرفت. لذا این هم مقدمه دوم که این شرایط عموما باعث شد که قرآن توسط بعضی از صحابه نوشته بشه. حالا ان شاءالله اینها کی بودن این صحابه، یا اون قضیه مهم که قرآن کی جمع شد، یعنی کی شد به این شکل بین دو جلد یک کتاب واحد شد، این ان شاءالله هفته بعد بحث می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.